الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى یوم الدین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما خوبان، مهربانان و بزرگواران مخاطب برنامه تجلی اخلاق اسلامی در قرآن. در جلسه گذشته درباره مهمترین هدف خلقت عالم یعنی تقوا صحبت کردیم به اختصار و گفتیم تقوا در معنای ساده ترش پرهیزکاری، انجام عبادات الله و پرهیز از منهیات اوست، یعنی هر آن چیزی که الله تعالی من نموده ما هم انجام ندیم. و در آخر برنامه به شما وعده داده بودیم که در این برنامه درباره فواید و دستاوردهای تقوا در دنیا صحبت بکنیم. اگر بخوام در یک جمله خلاصه بکنم فواید تقوا رو در دنیا، میتونم بگم که تقوا نوشداروی تمام مشکلات مردم روی زمینه. خیلی سنگین بود فکر کنم این تعبیر، ولی واقعیت اینه. چه کسانی که باور دارن چه کسانی که باور ندارن، حقیقت غیر از این نیست که بهترین دارو و درمان تمام مشکلات عالم، تمام مشکلات انسانها و جنیات روی زمین تقواست. با دلیل. اگر کسی در دنیا مشکل داره به تقوا باید بر بگرده در تمام امور دنیا. مهمترین فایده تقوا در دنیا اینه که انسان محبوب الله تعالی میشه. الله انسان رو دوست داره اگر متقی باشه. تقوا باعث میشه که انسان محبوب میشه پیش الله تعالی. الله تعالی در آیه 7 سوره مبارکه توبه میفرماید ان الله یحب المتقین. الله متقین پرهیزگاران را دوست دارد. و وقتی که الله متقین رو دوست داشته باشه، وقتی که یک انسانی رو دوست داره و قدرت هم داشته باشه، ثروت هم داشته باشه، با محبوب خودش چه میکنه؟ با خواسته های اون چطور برخورد میکنه؟ با تقاضاهایی که اون شخص از این داره چگونه پاسخ خواهد داد؟ ولله المثل الاعلی. مثال الله خیلی بالاتر و برتر از اینه. الله مالک تمام عالم وقتی یک ذات رو دوست داره، وقتی یک انسان رو دوست داره، این انسان چی میخواد بیشتر از این در دنیا؟ وقتی الله او رو دوست داره، وقتی که انسان رو دوست داشته باشه، اون موقع محبوب خواهد شد انسان. الله تعالی میفرماید ان الله یحب المتقین. من متقین رو دوست دارم. و رسول الله صلی الله علیه و سلم بنا به روایتی که حضرت ابو هریره رضی الله عنه نقل فرموده اذا احب الله العبد نادى جبریل. وقتی الله بنده رو دوست داشته باشه، حضرت جبرائیل علیه السلام بزرگترین فرشته خود رو، بزرگترین مخلوق الله تعالی از لحاظ رتبه و مقام
در بین فرشتگانش او رو صدا میکنه. نادى جبریل ان الله يحب فلانا. ای جبرائیل من فلانی رو دوست دارم. تصور بکنید این صحنه رو. الله تعالی در آسمان ها اسم من و تو رو بیاره به جبرائیل علیه السلام. یا جبرائیل من فلانی فرزند فلانی رو دوست دارم. ان الله يحب فلانا فاحببه. من فلانی فرزند فلانی رو دوست دارم. ای جبرائیل علیه السلام تو هم اون رو دوست داشته باش. وقتی یک پادشاهی، یک وزیری در جلوی یک جمعی بیاد و بیان بکنه بگه من فلانی رو دوست دارم، چه احساسی به ما دست میده؟ وقتی یک عالم بزرگی، وقتی یک انسانی که دارای مقام و ارج نزد مردم در جامعه میاد و انسان رو تعریف میکنه، از انسان در مقابل جمعی ستایش میکنه، من فلانی رو دوست دارم، چه حسی به انسان دست میده؟ وقتی الله در آسمان ها به حضرت جبرائیل علیه السلام بگه که من فلانی رو دوست دارم، فاحببه، اون رو دوست داشته باش. فیحبه جبرائیل. الله اکبر. وقتی به ما بگن که حضرت علی علیه السلام تو رو دوست داره، یا عثمان رضی الله عنه، یا حضرت عمر رضی الله عنه، یا حضرت ابوبکر صدیق امت رضی الله عنه، چه احساسی به ما دست میده؟ وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم ما رو دوست داشته باشه، چه سعادتی است، چه عظمتی است. حال تصور کنید وقتی الله تعالی بنده رو دوست داره، این چه سعادت بزرگی است. جبریل علیه السلام رو خطاب میکنه، من فلانی رو دوست دارم، فاحببه فیحبه جبریل فینادی جبریل فی السماء فی اهل السماء. حضرت جبرائیل علیه السلام در میان اهل آسمان ندا می‌فرماید ان الله يحب فلانا فاحبوه. الله فلانی رو دوست داره، او رو دوست داشته باشید. فیحبه اهل السماء. اهل آسمان هم اون رو دوست دارن. ثم یوضع له القبول فی الارض. وقتی اهل آسمان اون رو دوست داشته باشن، اهل زمین هم به اون محبت پیدا میکنن. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. اون روایت بخاری بود و این آیه 96 سوره مبارکه مریم. کسانی که ایمان بیارن و عمل صالح انجام بدن خود به خود محبوب میشن. کسانی که دوست دارن محبوب بشن، کسانی که دوست دارن دور بری ها اونها رو دوست داشته باشن، کسانی که دوست دارن همه شیفته و والای اینها باشن، راهش تقواست. والله ولی المتقین. در سوره جاثیه آیه 19 الله میفرماید الله سرپرست و دوست متقین. وقتی الله ولی متقین باشه، انسان میشه جز اولیای الله، دوستان الله. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اون وقتی دوست الله بشه انسان، نه خوفی خواهد داشت و نه ترسی خواهد داشت. هر کسی که در زندگی دچار پریشانیه، هر کسی که در زندگی دچار غم و اندوه، نوش داروی این مشکلاتش تقواست. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. کسانی که ایمان آوردن و تقوا پیشه کردن، اینها اولیای خدا و اینها نزد الله محبوبند و اینها هیچ غم و اندوهی نخواهند داشت. این ویژگی دومی است که نصیب متقین میشه، که اونها هیچ غم و اندوهی نخواهند داشت. فمن اتقى و اصلح فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. کسانی که تقوا پیشه میکنن، تقوا، پرهیزکاری و خودشون اصلاح میکنن. همون حرکتی که ما شروع کردیم، من و شما بیننده شروع کردیم برای اصلاح، داری گام برمیداریم، داریم میریم این مسیر رو، داریم تلاش میکنیم به تقوا برسیم. فمن اتقى و اصلح فلا خوف علیهم
ولا هم یحزنون، نه ترسی خواهند داشت و نه غم و اندوهی. نه ترسی از آینده دارند که چه خواهد شد و نه غم و اندوهی بر آنچه گذشته، چون الله تعالی همه اینها رو خواهد بخشید. این سومین ویژگی است که نصیب متقین میشه. چی این ویژگی؟ ویژگی سوم. ویژگی سوم اینه که واعلموا ان الله مع المتقین. الله تعالی در آیه 36 سوره مبارکه توبه میفرماید بدانید که الله به همراه متقین است. معیت الله، همراهی الله با متقینه. معیت خاص الله، نه معیت عام الله که با علمش و قدرتش بر همه چیز احاطه داره و اشراف کامل. یاری الله، نصرت الله، تأیید الله با این بندگان خواهد بود. وقتی الله تو رو دوست داره و وقتی الله با تو هست، دیگه غم و پریشانی چه معنایی داره؟ دیگه غم غصه چه معنایی داره؟ خب فلانی، الله ما رو دوست داشته باشه، الله به همراه ما باشه، دشمنان رو چیکار کنیم؟ این همه دشمن داریم ما. یکی از مشکلات بزرگ ما دشمنای ماست. فلانی تشنه به خون ماست. فلانی وقتی خبر بدی میشنوه خوشحال میشه، خبری بدی از ما میشنوه شادمان میشه، و وقتی به ما شادی میرسه، خوشی میرسه، ناراحت میشه. از دست اینها ما چطور راحت بشیم؟ مگه میشه آروم موندن دست اینها؟ الله ما رو دوست داره، در آسمان ها ندا کرده، فرشتگان هم ما رو دوست دارن، روی زمین ما چیکار کنیم؟ این هم درمانش تقوا است. الله تعالی در آیه 120 سوره مبارکه آل عمران میفرماید ان تمسسکم حسنة تسؤهم. به شما نیکی برسه ناراحت میشن، و ان تصبکم سیئة یفرحوا بها. وقتی مصیبتی به شما میرسه، بدی به شما میرسه، خوشحال میشن دشمنان شما. و ان تصبروا و تتقوا. اگر تقوا پیشه کنید و صبر داشته باشید، صبر و تقوا، صبر و تقوا داشته باشید، لا یضرکم کیدهم شیئا. هیچ ضرری به شما نمیرسونه مکر و حیله های اونها، دسیسه های اونها، فتنه های اونها. ان الله بما یعملون محیط. الله به تمام اون چیزهایی که اونها انجام میدن احاطه داره. هر چقدر اون دشمن بزرگ باشه از الله که بزرگتر نیست. هر چقدر که اون دشمن قدرتمند باشه قدرتش از الله که بیشتر نیست. هر چی باشه در حیطه قدرت الله است و الله به تمام آنچه انجام میدن احاطه کامل داره. خب خیال ما از جانب دشمنان هم راحته، اما این عذاب هایی که میاد چی؟ زلزله، سیل، طوفان ها، صاعقه ها، اینها رو چه کار کنیم؟ این هم درمانش تقوا است. با ما باشید. بعد از یک میان برنامه با آیاتی که راجع به این مورد اشاره شد. با عرض سلام مجدد خدمت بینندگان عزیز و ارجمند، درباره فواید تقوا صحبت می کردیم و گفتیم که تقوا انسان رو نزد الله محبوب میکنه. تقوا باعث میشه که یاری خاص الله همراه انسان باشه. تقوا باعث زائل شدن غم و اندوه انسان میشه. تقوا انسان رو در مقابل دشمنی ها و فتنه های مخالفین و دشمنانش بیمه میکنه. و به این موضوع رسیدیم که تقوا حتی انسان رو از عذابهایی که الله تعالی به خاطر نافرمانی بندگانش بر روی زمین نازل کرده هم محفوظ می‌داره. الله تعالی درباره قوم ثمود می‌فرماید فهدیناهم و اما ثمود فهدیناهم. ما قوم ثمود رو هدایت کردیم، فاستحبوا العمى علی الهدى. اونها ترجیح دادن گمراهی رو بر هدایت. اونها
کوری و ضلالت رو بر بینایی و هدایت ترجیح دادن. وقتی عذاب آمد فاخذتهم صاعقة عذاب الهون، اون صاعقه عذاب دردناکی که بر اونها نازل شده بود اونها رو در بر گرفت. بما کانوا یکسبون، به خاطر کارهایی که کرده بودن، به خاطر اعمال خودشون. و نجینا الذین آمنوا و کانوا یتقون، اما در این میان یک گروهی نجات پیدا کردن. اونها کیا بودن؟ کسایی که ایمان آورده بودن، کسایی که تقوا پیشه کرده بودن. متقین رو الله تعالی میفرماید ما نجات دادیم. متقین رو نجات دادیم. در آیات 17 و 18 سوره فصلت این آیات رو فهمید. خب هنوز باز هم مشکلات ما باقی است. ما در دنیا مشکل رزق داریم، در دنیا ما مشکل امرار معاش داریم، مشکل پول داریم. ساده تر، خیلی خودمونی تر. آیا تقوا میتونه مشکل پول ما رو هم حل بکنه؟ آیا تقوا میتونه مشکل کار ما رو هم حل بکنه؟ بله، تقوا میتونه حتی مشکلات مالی ما رو حل بکنه. شیخ، تقوا چه ربطی داره به مشکلات مالی آخه؟ مشکلات مالی کجا، تقوا کجا؟ نماز خوندن، روزه گرفتن، پایبند بودن به دستورات الله برای ما پول میاره، برای ما مال میاره. اگر تقوا اون گونه‌ای که باید انجام بشه، به والله این اتفاق خواهد افتاد. دلیل شما چیه؟ اول ارتباطش رو بگم بعد دلیل. ارتباط تقوا با مال دنیا و به دست آوردن پول اینه که مالک عالم الله است. ولله خزائن السماوات والارض، تمام خزانه های آسمان و زمین به دست الله است. و وقتی که الله بخواد و از بنده راضی باشه، هر چی بخواد بهش میده. این ارتباطش. اما دلیل آیه 2 و 3 سوره مبارکه طلاق، و من یتق الله یجعل له مخرجا. هر کسی تقوا پیشه کنه، پرهیزکاری پیشه بکنه، ما راههای برون رفت براش میگذاریم. و یرزقه من حیث لا یحتسب، از جایی بهش رزق میدیم که اصلا هیچ گمان نمیکنه، هیچ باور نداشت که از این کانال، از این مجرا به من چیزی برسه. فقط ایمان میخواد، باور قطعی میخواد، تقوا. آیه 96 سوره مبارکه اعراف رو گوش بکنید. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا، اگر مردم سرزمین ها، آبادی ها، مردم بادیه نشین ها، مردم روستاها آمنوا واتقوا و شهرها ایمان پیشه بکنن، تقوا پیشه بکنن، پرهیزکار بشن، لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، درهای رحمت خودمون رو، برکت خودمون رو از آسمان و زمین بهشون باز میکنه. اگر مسلمان به این آیه شک بکنه کافر خواهد شد. قول الله است. هیچ شکی در این نیست که اگر تقوا باشه، قسمت دوم آیه هم خواهد بود، برکات و رحمت های الله تعالی. ولکن کذبوا فاخذناهم بما كانوا یکسبون، ولی مردم رعایت نمی کنن، الله تعالی هم اونها رو به خاطر کارهایی که کردند مؤاخذه می نماید. مشکل رزق و روزی هم اگر حل بشه شیخ، هنوز ما خیلی جاها مشکلات دیگه‌ای داریم، کارهای دیگه‌ای داریم، گیر کرده. مشکل رزق و روزی نداریم به حمد الله، نیاز به پول نداریم، اما مشکلات و مصائب دیگه‌ای داریم. زندانی داریم، گم شده داریم، مریض داریم، بسیار از مشاکل دیگه. اینها رو چطور میشه حل کرد؟ این هم درمانش تقواست. من منکر بقیه اسباب، بقیه اموری که انسان باید انجام بده نیستم، اما اگر تقوا اونجوری که باید انجام بشه، همه اینها از جانب الله حل خواهد شد. و من یتق الله یجعل له من امره یسرا، آیه 4 سوره طلاق. هر کسی که تقوا پیشه بکنه، الله تعالی کارهای اون رو آسان خواهد کرد. شیخ،
ما درس میخونیم فراموش میکنیم، امتحانات دانشگاه ما رو درگیر کرده، پشت صف کنکور گیر کردیم، قرآن حفظ کردیم فراموش کردیم آیاتش رو، حدیث حفظ میکنیم فراموش میکنیم، هر چی میخونیم یادمون میره. چیکار کنیم؟ آیا برای این هم راه حلی داره تقوا؟ بله، این مشکل هم با تقوا حل میشه. واتقوا الله و یعلمکم الله والله بكل شیء علیم. شما تقوا پیشه کنید، الله تعالی، الله متعال به شما علم میآموزه، حافظه شما هم قوی میشه. نمین معنا که طرف بشینه همینجوری خود به خود یاد بگیره، نه، تلاشی که میکنه به ثمر میرسه. چیزی رو که یاد بگیره به این راحتی ها فراموش نمیکنه، چرا که الله به هر چیزی آگاهه و از این صفت در وجود شما هم میتونه بیاره. خب شیخ، هنوز یک مشکل اساسی باقی مونده. ما شیطان رو چیکار کنیم؟ دشمن اصلی شیطانه. اگر تقوا پیشه کنین از شر شیطان هم در امان خواهید بود. الله میفرماید ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. کسانی که تقوا پیشه کردن وقتی که وسوسه ای از جانب شیطان به اونها میرسه سریع به یاد میارن، سریع به هوش میان، سریع بینا میشن، سریع برمیگردن به راهی که بودن. تقوا انسان رو در مقابل شیطان مقاوم میکنه. تقوا باعث میشه که انسان در مقابل شیطان محکم بایسته. تقوا به انسان کمک میکنه که فریب شیطان رو نخوره. شیخ، خدا ما رو دوست داره. اگه تقوا پیشه بکنیم با ما همراه خواهد شد. رزق و روزی ما حل میشه، مشکلات ما گشایش پیدا میکنه، در علم ما افزوده میشه، دشمنان ما ناتوان میشن، از عذاب الله در امانیم. اما یک چیزی دیگه هنوز ما رو آزار میده و اذیت میکنه. گناهان ما. گناهان رو چیکار کنیم؟ این همه تا به حال گناه انجام دادیم، معصیت کردیم، آیا این گناهان ما هم بخشیده میشه؟ بله. در سوره مبارکه انفال آیه 29 میفرماید یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. ای کسانی که ایمان آوردید اگر تقوا پیشه کنید خداوند راه تشخیص حق از باطل رو به شما نشون میده. و یکفر عنکم سیئاتکم، و گناهان شما رو هم میبخشه. و یغفر لکم، و شما رو مورد مغفرت قرار میده. والله ذو الفضل العظیم. الله فضل و بخششش بسیار عظیمه. همراه تشخیص حق از باطل رو به انسان نشون میده. انسان خود به خود میدونه که چه چیزی به نفعشه و چه چیزی به ضررش. این نیرو رو تقوا در وجود انسان پیدا میکنه و گناهان انسان هم بخشیده میشه. و من یتق الله یکفر عنه سیئات و یعظم له اجرا. این تقوا، این صفت باعث میشه که گناهان انسان بخشیده بشه و درجه و مقام انسان بالا میره و ارتقا پیدا میکنه. یعظم له اجرا. این صفت تقوا باعث میشه که انسان در دنیا به تمام اون چیزهایی که میخواد برسه، به شرطی که انسان اونجوری که باید، اونجوری که شایسته است حق تقوا رو ادا بکنه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته. ای کسانی که ایمان آوردید تقوا پیشه کنید آنگونه‌ای که شایسته حق تقوا است. ولا تموتن الا و انتم مسلمون. و نمیرید مگر این که مسلمانید. معناش اینه که چون نمیدونید کی میمیرید همیشه سعی بکنید بر تقوا باشید، همیشه سعی بکنید بر اسلامتون باقی باشید. هیچ مشخص نیست لحظه خروج ما از دنیا کی خواهد بود.
شاید امشب، شاید امروز آخرین فرصت ما باشه. هر روزی که طلوع میکنه شاید آخرین روزی باشه که ما زنده ایم و غروب اون روز غروب زندگی ما خواهد بود. و یا هر شبی که داخل میشیم شاید آخرین شب ما باشه. بله، آخرین یکی از این شبها و یکی از این روزها آخرین روز و آخرین شب ما خواهد بود. تقوا مهمترین صفت اخلاقی که انسان باید مزین بشه، زندگی دنیای انسان رو متحول میکنه، انسان رو به هر اون چیزی که در دنیا بخواد میرسونه. من کان یرید ثواب الدنیا فعند الله ثواب الدنیا والآخرة. هر کسی که خواهان متاع دنیاست، مال دنیا، متاع دنیا و متاع آخرت نزد الله است. خزانه های دنیا و آخرت نزد الله متعال. و کان الله سمیعا بصیرا. و الله تعالی میشنوه و میبینه، شنواست و بیناست. هر کجا که شما باشید صدای شما رو میشنوه و هر کجا که شما باشید از حال شما با خبره. فقط نیاز داره به یک همت. ما با تقوا میتونیم خودمون رو اصلاح بکنیم، دنیای خودمون رو اصلاح بکنیم، عاقبت خودمون رو تغییر بدیم. تقوا صفتی که اگه در وجود ما بیاد لذت دنیا رو قبل از آخرت به ما میچشونه. تقوا غمها و غصه های ما رو از ما دور میکنه. تقوا درهای رحمت الله رو به سوی ما باز میکنه. تقوا ذهن و فکر و عقل ما رو به تحرک در میاره. تقوا ما رو در مقابل دشمنانمان و علل خصوص شیطان ملعون بیمه میکنه. تقوا ما رو محبوب میکنه نزد الله و فرشتگانش و بندگانش و تمامی مخلوقاتش. تقوا زندگی ما رو متحول میکنه. تقوا خیر دنیا و آخرت ماست. ما یفعل الله بعذابکم ان شکرتم و آمنتم. خداوند چرا شما رو عذاب بکنه وقتی شما بنده های شکرگزاری هستید و ایمان آوردید، اون چیزی که گفته میشه، ایمان کامل دارید و قدم در راه اصلاح گذاشتید. با ما باشید در برنامه بعد با فواید تقوا در آخرت. دوست داشتم در این برنامه مطرح میشد اما وقت من به پایان رسید. امیدوارم که الله تعالی به من و شما این توفیق رو عطا بفرماید که بندگان خوبی باشیم براش و در راه تقوا ما را یاری بفرماید تا محبوبش بشیم و مشکلات دنیا و آخرت ما حل بشه. با ما باشید در برنامه بعد با فواید تقوا در آخرت. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.